سلام دوستان، میثم فتوحی هستم. باز هم با معرفی یه اندیکاتور دیگه در خدمت شما. اگر تا کنون چنل یوتیوب منو سابسکرایب نکردید و جدیداً به گروه ما ملحق شدید، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا به محض آپلود جدیدترین فیلم ها و اندیکاتورها شما اولین کسانی باشید که از آنها مطلع میشید. خب دوستانی که جدید به گروه ما ملحق شدن، در قسمت توضیحات زیر تک تک فیلم ها میتونید اندیکاتورهایی رو که دارم آموزش میدم، لینک کانال تلگرام اونجا موجوده، به کانال تلگرام مراجعه کنید و اندیکاتورها رو رایگان دانلود کنید و ازشون استفاده کنید. و اسم اندیکاتورها باز هم موجوده، میتونید تو کانال تلگرام، چون حجم اندیکاتورها زیاده، من با هشتگ اندیکاتورها رو نامگذاری کردم. با سرچ و نام اندیکاتور، حتما اول اسمش هشتگ رو بذارید، میتونید دسترسی راحت تری به اندیکاتورها داشته باشید و ممنون میشم ازتون. حتما میتونید آموزش ها رو برای دوستان خودتون شیر کنید، فوروارد کنید تا آنها مطلع بشن و بتونن از این اندیکاتورهای رایگان بهره مند بشن. خب من قبلا رنگ اندیکاتور رو عوض کردم تا بتونم راحت باهاش کار بکنم. میتونید در قسمت رنگ اندیکاتور هر رنگی که دوست دارید برای اندیکاتور خودتون انتخاب کنید، ولی ازتون خواهش میکنم به پریود زمانی های اندیکاتورها اصلا دست نزنید، چون اندیکاتورهایی رو که من دارم تست میکنم و با هم بررسی میکنیم همه به حالت دیفالت هست و رو تایم فریم هایی که طراحی شدن من دارم اون تایم فریم رو بهتون میگم که بتونید سیگنال های بهتری از اون اندیکاتور بگیرید. خب کار کردن با این اندیکاتورم بسیار راحته. ببینید دوستان، زمانی که من میگم راحته، شما توقع زیادی از اندیکاتورها نداشته باشید. اندیکاتور برای شما معجزه انجام نمیده. شما حتما تحلیل تکنیکال کلاسیک یا مقدماتی حتما باید یاد بگیرید تا بتونید با اندیکاتورها یا استراتژی هایی که فکر میکنید خیلی مهمه و الانم تو بازار خیلی زیاد شده بتونید از بازار سود بگیرید. پس زمانی که شما تحلیل تکنیکال کلاسیکتون رو خوب یاد نگیرید، قطعا با اون استراتژی ها یا اندیکاتورهایی که فکر میکنید خیلی مهم هست نمیتونید کار کنید، یا حداقلش اینه اون سودی رو که میخواید از بازار نمیتونید بگیرید. خب این اندیکاتور ما تشکیل شده از 2 مووینگ که مووینگمون یکیش نزولی رو به ما نشون میده، یکیش صعودی رو، و در جاهایی فلت میشه که میتونیم بگیم نواحی رو به ما داره نشون میده، ساپورت رزیستنس ها رو داره نشون میده، یا یک اخطاری میده که ما اگر تو پوزیشنی هستیم حواسمون رو جمع کنیم یا ریسک فری کنیم یا از پوزیشن خارج بشیم. خب آخرین سیگنالی که این اندیکاتور داده در این محدوده است، سیگنال بای بوده. میبینید که رنگ مووینگ ما از صورتی به آبی تغییر پیدا کرده و یه آب ترند خوبی رو داشتیم. خب به این سیگنال کاری نداریم، ولی اگه بخوایم حساب کنیم تا الان که باز هست میشه گفت 124 پیپ به ما سود داده. خب یک سیگنال برمیگردیم به عقب.
گفتیم زمانی که تغییر رنگ انجام میشه، روند اگر صعودی باشه به نزولی، اگر نزولی باشه به صعودی، ما تغییر روند داریم. یا موجمون، اصلاح موجمون و باز هم موجمونه. میبینید که کندل ها بالای خط ما بودن، روند صعودی، و زمانی که خط ما رو شکوندن همزمان با اون تغییر رنگ هم انجام شده و یک اصلاح کوچیکی ما در اینجا داشتیم که میشد هولوش 18 پیپ. اگر اسپردم کم میکردیم 12-13 پیپ، باز هم با سود این پوزیشن رو خارج میشدیم. در اینجا آپ ترند بوده. خب ما در اینجا یه روند نزولی داشتیم، خطمون که صورتی رنگ بوده به آبی رنگ در اومده و در اینجا هم فلش رو به آپ ترند هست. باز هم یک آپ ترند خوب. در اینجا میشد بگی اگه شما هم که وارد نبودید الگوهای کندل استیکو تا زیر این، ولی اگه الگوهای کندل استیکتون رو خوب بلد بودید میتونستید تا اینجا 66 پیپ سود بگیرید در این الگوی کندل استیک. خب یک سیگنال برگردیم به عقب. در اینجا خط آبی شما به صورتی که روند نزولی رو داره برای شما نشون میده تبدیل شده و کندل هاتون 2 تا کندل قبل به زیر خط اومده. باید صبر میکردید تا تغییر رنگ هم انجام بشه، یعنی تاییدیه بعدیتون رو بگیرید. و در اینجا یک روند ریزشی تا اینجا. احتمالاً میبینید یک کندل ماربوزو اینجا دارید میبینید. شما تا میخواستید، شمایی که تازه کارید میومدید باز سر این کندل یا صبر میکردید تا تغییر فازتون انجام بشه. در این نواحی با 26 پیپ سود خارج میشد. خب یه نکته بسیار مهمی هست که من چند بار تکرار کردم، باز هم میگم. دوستانی که دارن با اندیکاتورها و استراتژی ها تازه آموزش میبینن و تازه دارن تمرین میکنن و یاد میگیرن، حتما یادتون باشه تو یک سشن خاص، توی بازار خاص، هر بازاری که فکر میکنید راحت ترید، تمرین کنید تا ببینید آیا با اون استراتژی، با اون اندیکاتور میتونید ارتباط برقرار کنید، میتونید فرق سیگنال ها و نویز هاشو در نظر بگیرید یا نه. در اینجا هم یک روند نزولی داشتیم و همزمان با تغییر رنگ ما، تغییر فاز ما، یک کندلم به سمت آپ ترند که ناحیه رو شکونده و بالای خط ما در آمده بسته شده. میبینید باز هم یک آپ ترند خوب. باز هم در اینجا شما یک الگوی کندل استیک داشتید که میتونستید ازش استفاده کنید و در این محدوده اپوزیشن خود خارج شید و نهایت سودتون رو بگیرید با 50 پیپ سود. کار کردن با این اندیکاتور هم میشه گفت اندیکاتور راحتیه، فقط نیاز به دقت و تجربه داره. تجربه هم شما خیلی راحت میتونید به دست بیارید، فقط اینه که پای چارت بشینید،
تمرین کنید، تحلیل تکنیکال کلاسیکتون رو خوب کنید. خب در اینجا هم میبینید که اینم مثال خوبیه که الان رسیدیم بهش بزنیم. در اینجا روند نزولی خوبی داشتیم. قبل از اینکه تغییر فاز ما اینجا انجام بشه، رنگ آبی که آپ ترند بود به صورتی دان ترند در بیاد. 2 تا کندل قبلش کندل هامون زیر خط ما، زیر ناحیه رو شکوندن و زیر این مووینگ ما ثبت شدن، تثبیت شدن. و 2 ساعت بعد، یعنی 2 تا کندل بعد، رنگ خط ما عوض شده و ریزش بسیار خوبی داشتیم. میبینید تا اینجا 80 پیپ، 79 پیپ. چرا من تا اینجا دارم میگم؟ به خاطر اینکه باز هم اینجا یک الگوی کندل استیکی دارید. اگر شما این هم در نظر نمیخواستید بگیرید، یعنی الگوی کندل استیک رو بلد نبودید، میتونستید تا اینجا با 54 پیپ اپوزیشن خود خارج بشید. خب در اینجا مثال خوبیه که تغییر فاز انجام شده ولی چرا آپ ترند خوبی نداشتیم. میبینید کندل های بسیار کوچیکی هست و شما با هر استراتژی و هر اندیکاتوری که دارید کار میکنید، من بارها گفتم زمانی که کندل های دوجی و کندل های قرقره یا کندل های کوچیک مشاهده میکنید، وارد پوزیشن نشید. حتما شمایی که دارید با اندیکاتورها کار میکنید میدونید من چرا گفتم با این نوع قرقره ها با این نوع کندل استیک وارد پوزیشن نشید. تو قسمت تحلیل تکنیکال مقدماتی توضیح دادم. کندل استیک رو من اونجا سعی کردم به صورت ساده براتون توضیح بدم. و دلیل بعدیش اینه، میبینید که در این بالا میشه گفت یک ناحیه‌ای داشتید که نتونسته حتی به اون ناحیه خودشو برسونه و باز ریخته. در اینجا هم یه ریزش نسبتاً خوبی تا اینجا. باز هم با سود میتونستید ببندید. چرا گفتم اینجا؟ اول که یه الگوی کندل استیک دارید، دومی که خط شما اینجا فلت شده. ولی در کنار سودهای کوچیک دیدید چند تا سودهای بزرگ هم داشته این. باز هم اینجا رسیدیم به یک سود بسیار خوب. خب اینجا تثبیت شده روی این کندل یک بای باید میگرفتید که 95 پیپ به شما سود داده. ببینید با هر اندیکاتور و استراتژی کار میکنید باید از تمام سیگنال هاش استفاده کنید. البته سیگنال هایی که فکر میکنید درسته، تا بتونید اون سودی رو که میخواید بگیرید. این سیگنال رو بگیرم اینو نگیرم، بخواید به قول معروف این تازه کارا 10 20 40 بندازید، قطعا نمیتونید سود خودتون رو بگیرید. امیدوارم این اندیکاتور هم مورد استفادهتون قرار بگیره. باز هم تاکید میکنم سابسکرایب یادتون نره و آموزش ها رو برای دوستان خودتون هم فوروارد کنید. تا آموزش بعدی، بدرود.